اگه میخوایم دکمه پایدار بدوزیم چاره‌ای نداریم جز اینکه با دست با نخ و سوزن بدوزیم. اما برای دکمه های بدون پایه خیلی راحت میتونیم از چرخ خونگی استفاده کنیم. پایه اصلی چرخ خونگی رو جدا میکنیم و پایه مخصوص برای دوخت دکمه رو جا میزنیم. درجه طول دوخت رو روی 0 قرار میدم چون میخوام چرخ توی یک نقطه برای من بدوزه، اما عرض دوخت رو بالا میبرم چون میخوام چرخ فاصله بین دوتا حفره دکمه رو برام بدوزه. روی قسمت چپ لباس با صابون جای دکمه‌ام رو مشخص کردم. دکمه رو زیر پایه قرار میدم به صورتی که دقیقاً سوزن توی حفره های دکمه پایین بیاد. اولش رو با غلطک چرخ آرام شروع به دوخت میکنم. اگر سوزن به دکمه گیر نمیکرد با پدال چرخ محکم میدوزم و به همین راحتی دکمه های شما به سرعت با چرخ دوخته میشه به جای اینکه ساعت ها با دست اونها رو بدوزید.